اسمال رفقاش واسه ما یک دنیا ارزش داره. تو این روزگار از یه راه نون خودشو در میاره. مثلا شما خانم از راه قمار، شاهینم از راه دزدی و مال مردم خوری، این نوکر بدبخت دلالم از راه نوکری. ما هم از این راه. اما باند ما به آدمای احتیاج داره که غیر از اینا یه چیز دیگه هم داشته باشه. میدونی چی؟ یه جو معرفت. معرفت؟ بگو کیمیا آقا بنده خدا تو این دنیا آدم با معرفت هم پیدا میشه. اگه یه خود صبر کنی همین امشب چند تاشونو بتونش کنی. سلام علیکم آقا. سلام بچه‌ها. سلام علیکم. بچه‌ها معرفی کنم خانم سودابه. ایشون هم اسماعیل خان هستن. بفرمایید. آفت الله همت هم چه دور از جون شما از اون بچه‌ها نک روزگار. بفرمایید. خوش اومدید. آقای گارسون. بله. بفرمایید. فوراً یه بود کنیاک خارجی بیار. بفرمایید. نمیخواد واسه ما چیزی بیاری برو پکاره. اولندش آقا شین ما که عرق نمیخوریم. دویمندش اگه شما میخوان زهرمار کنید چرا مشروب خارجی؟ بچه اما راست میگی. بلشون کن با. آقا اسمان اونجا نگاه کن. آتیش؟ بچه آتیش گرفته. راست میگه. بچه جو بخواد سر کوچه تلفن به آتش بزنه بزن برم. خود رفت داره. تمام تا هم بریم. کجا باید بره؟ یه قلابی که برسنه بالا. قلاب چه؟ در باد رفت. بس یالا بزن برم. الانه با مخ در ما میخواد. که نیست نار کرده اولاده بودی بیرم خودتا دیر نشده. اون لوله لاستیکی رو بشیر آباد کن تا آتیش بشونه برسه. یاله بینم یاله
اومدم یالا برم. یالا دیگه. کمک جواد چیه؟ کمک کنید. ببین ما نگاه کن. کمک کنید. خدا مادرم چطوره؟ اونطوری نشده؟ البته کمی آسیب دیده، باید استراحت کنه. چرا منو نمیبرین تو اتاق اون؟ آخه اینجا تنهایی حوصله‌ام سر میره. چون صدمه زیادی دیده ممکنه شما رو ناراحت کنه. خصوصی گرفته. بفرمایید. مرسی. آقامون؟ آقا کیه؟ من تو راست. دیشب تا حالا پاک اوراق شدیم از بس که اینجا مریض شلپر خاک دلمون شده ریش. آدم تا اینجا نهایت قدر سلامتی رو نمیده. آره بینم آقا با ماشین تصادف کرده. نه خیر، از نردبون جونم من. دیده تو چته باستگر ما تو همه؟ هیچی با ارسیام دیشب تو آتیشا داخل شما. چه؟ کار و قبر بچه است. عوضش قبراقتر میشی. برو خدا رو شکر کن. شک کنم که تو این بی پولیس سی چوب دوباره باز پول ارسی بدن. آره داشتم شک کن. شک کن که پاهات سالمه. اگه جای اون بیچاره بودی بعد چی کار میکردی؟ آره نیا کن. نگاه کن کفش داره اما پا نداره. راست گفتی الهی شکره. ببخشیم با ماشین تصادف کرده. نه خیر، از نردبون افتاده. عجیبه. خب آقا سال حالا اینجا بی خودی واسطیم واسه چی؟ خبری هم مریضمون به دیگه. همچی میگه مریضمون انگار خار میشن. بیه معرفت همه با هم خوار برادرن دیگه. آره دیگه. منتها کوچش رو بسیره. آره از قدیم گفتن که بنی آدم اعضای یکدیگرن. فقط گاگوداری به هم یکی دیگه میپرن. ولم آخه کن تو چرا نفهمی؟ آقا سوال یکی دیگه تحویل میدی. ببخشید خانم اینم از نردبون افتاده. نه خیر، این با ماشین تصادف کرد. خب حالا تصمیم هلوها چی میشه؟ آخه من چیکارش کنم؟ بابا جو 100 دفعه من این موضوع رو گفتم به اینم من چیکار کنم؟ چرا به من میگی همشو؟ آخه نگاه کن. چه غم من این حرفو بزنم؟ مردم بخوام من توقع دارم به اینم گفتم. باز میگه خیلی بگی گفتم. خوب. معذرت باشه. میخوام، بفرمایید دفتر. جشن خانم بچه همه جا باشین الان من میام. خیلی خوب. بابا بفهم من چی میگم. دست ببینم نشد مشد همراهتون نیست. واسه سفارش دادم بیارم. داشتیم بانک. باشه بذار ببینم. سلام علیکم. سلام آقا. یا علی بفرمایید بشینید. ببخشید اسم سرکار؟ اسم عجید اسماله. آره نمیشناسی؟ اوه چرا میشناسم. بله با اینکه به مصدومین زود رسیدین اما متاسفانه براتون که خواهش میکنم بفرمایید. حاجیت با اونا نسبت نزدیک مثلا هم نوع منن. ما هم با اونا نسبت هموطنی داریم. واقعا که مردانگی شما قابل تحسینه. خدا از سروری کمتون نکن. ببینم دکتر جون تخمینا این موضوع چقدر واسمون آب میخوره؟ البته چون اتاق خصوصی گرفتین قدری براتون گرونتر تموم میشه. یه خورده با ما مایه‌کاری حساب کنی همیشه مشتری شین. راستی آبجی بچه محله ما رو خوب در خوش کنی ها. ما هم شما رو داریم. میتونی بره ملاقاتی؟ آقای دکتر اجازه هست؟ عیادت دختر اشکالی نداره بفرمایید. بفرمایید. جون بفرمایید. یادتون باشه این دفعه که برمیگردین برای مریضای خودتون یک کمی میوه یا یه خورده آب میوه بگیرید. ای برو چشم. ببخشین ها. فهم شدین. خدا حافظ. آخه جون من 100 آخه دیگه تو حرفو دور نمیزنم میگی. دیگه بابا جون. دیگه. من بهت میگم جهل نکن با من دیگه. نیستم، پشت نه. سرم بچه یه دقیقه واسه دختره رو یه دید بزنم الان میام. برو دید بزن. برو بزن. آخه گوش کن. کلکه میزونه. اوه کارت بی‌نقص.
بفرمایید. شما سلام علیکم. سلام. این آقا؟ بله، برای اینجا شما خیلی زحمت کشیدم. خب چیزی داری؟ نه متشکرم خانم. خدا بهتون خیلی رحم کرد. اگه ما نرسیده بودیم تا 7 خونه اونورترم به کلی نفله شده بودن. خب ایشالله که کسالت مسالتی نداره. چرا اینجوری به نگاه میکنه؟ شما جاهلین؟ جاهل؟ مرده. خدا رحمتش کنه. من و مادرم تنها زندگی میکنیم. با خرجتونه که بده؟ مادرم تو کارخونه بافندگی کار میکنه. با مایی 400 تومن هم خرج خونه رو میده، هم خرج تحصیل منو. ناراحت نباشه مریم خانم، خدا کریمه. با اجازهتون میرم یه خود میوه واسهتون میگیرم و برمیگردم. خیلی شما رو به زحمت انداختیم. اختیار داریم، وظیفه‌مونه. این چه حرفیه؟ شما بچه محل ما هستین. واسه شما ما باید بیشتر از این هم زحمت بکشیم. با اجازهتون خدا جون من بلندش شو. این تنه کفن کردی از جا تکون نخور. قربون شما. قربون شما. جر نکنه من میگم نوکرتم. خب بچه بریم. کار تموم شد. آره اما در حدود 300 چه پول لازم داره. حالا بیا و درستش کن. من 10-20 چوب دارم میخوام ارسی بخرم. بس اگه ما این کارو نکنیم اون وقت خستمون مثل بعضی از جاهلا به نالوتیگری در میره. فکرشم نکن، من میرم واسه یه خورده راه میندازم. ما هم بریم بچه یه کاری بکنیم. آدم هم میرم شرکت شاید از بیایم مدیری بریم. مساعده. بله خب. راستی خانم فعلا دست آدم مریض ما خوب مواظبت کنین ها. ملتفت نشده، ببخشید نفهمیدی. این اسمان تازگی ها خیلی بیخیال و لاابالی شد. آخه آدمی مثل من باید بازیچه دست یک راننده خودسر بشه، بهش حالی میکنن. امروز اگه معاملات زمینهای شورم رو تموم نکنم کلی بهم ضرر میخوره. بله ضرر من باید سر ساختمونا باشم. نمیدونم این عمل بنده چه خاکی بزن. زود باش خانم، کتفن بهش اخطار کن و عذرشو بخواه. بله کتفن. اگه اومد بهش حالی میکنم که اینجا کاروانسرا نیست، اینجا رو تقی سلام آقا. آقا آره کجا بودی تا حالا؟ برو بهش بگو ما اومدیم. آقا خیلی عصبانی. بابا درش بخوره، برو بهش بگو ما اومدیم. باش زبون من حکم اخراج اسماعیل بخون ببینم. چشم. آقای اسماعیل خان. آقای اسماعیل خان چیه؟ آقاشو بزن. چشم. اسماعیل خان. خان نمیخواد، ساده ترش کن. چشم. اسماعیل تنهام که نمیشه، یه چیزی بهش اضافه کن. چشم. تو هم که با این زبونت پدر منو در بردی، از بعد که اس کردی. قربان چیه؟ چرا امروز همتون مرض اس گرفتین؟ خفه شو، حرفتو بزن ببینم چی میگی؟ استخانه خالی شده ببرمش. وای که از دست شما دیوونه شدم. برو خبر مرگت برده رو برو. الان به کاریاب تلفن میکنم یه شوفر دیگه برام بفرستین. نمره چنده؟ نیا کنم میرزا، مثل فرفره داره کار میکنه. اینجاش که شکسته و اینجاش هم که داغونه و حسن باید بدرد. خب چی کار کنیم آفتالله؟ این چرخ ماپوش که شکسته هیچی، دستش هم گیر داره، دل رودش هم پاک داغونه، جعبش هم چوباش پوسیده، شبای چهارشنبه هم که قش میکنه. لابد اینطور که معلومه ما باز یه چیزی هم دستی به سلفیم. نه میرزا؟ میرزا تلفن نیست، این بود دارده. حالا چون مرحوم و 20 سالا مشتری من بود و اساس خونه رو خود به خود من میفروخته، میتونم بابت اینجا 100 تومن بده. هیچی مقصودم اینه که 200 تومن بده. آره بیا این 200 تومنه بگی خیرشی ببینی ایشالله. همش 200 شو؟
بابا جواب ننمو چی بدم؟ دو کرو بعد بیرا به من میگه. آقا فتوله عصبانی نشو. میدونی آمیرزا، چون که واسه یه کار خیری میخوام قبول میکنم، ننم هم با خودم، اما به جون هم نباشه این تن با دست خودم تو گور گذاشتم، بیشتر از اینا واسه ننم تموم شده. بده من خیرش ببینی اسکناسا رو ببین پوسیده. بچه تو بزن چی کار داری؟ آمیرزا این نیست که تلفونه. بد میکنم قربان. چی؟ آقای کاریاب باز این پسره رفته تا حالا نیومده. کی چیه؟ اسمالو میگم، رانندتون همون آقا اسمدمون آقا لابد براش پیش آمدی کرده ولی این از اون آدما نیست. من این چیزا سرم نمیشه. امروز اگه معامله زمین‌های رودخونه شورم انجام نگیره 1000 تومان به من ضرر میخوره. زود شوفر بگو بیاد. آخه من شوفر از کجا بیارم؟ خب آمیرزا ما رفته. نمیدم. آقا یه دقیقه گوشی رو تو مشتتون نگه داری. ببینم آفتالله تو میتونی رو سواری کار کنی؟ یارو صاحبکار آقا اسماله. آره جناب آقای میخواد معرفش کنه، میشناسمه. خوشبختانه یه راننده ماهر که 100 درجه از بهتره اینجاست. الان میفرستم خدمتتون. اگه این یکی هم مثل اون بی‌بند بار باشه هر چی دیدی از چشم خودت دیدی. زود بفرستش بیا. خاطر جمع باشین قربان. به سلامت. شانست گفته بدو الان به این اسپور شرکت خودتو معرفی کن، اما یه وقت مثل اسمال بابا رو عصبانیش نکنی یا فشار خونیه. یهو دیدی سکته کرد اون وقت خونش بیفته گردن تو. 50 تومن وقت کمیسیون طلبه بند. چی شد؟ میذارم 100 تو آب نمک. بابا میرزا ما رفتیم. یاو های به سلامت. داغه چی شد؟ آقا اسمال اینقدر آقا عصبانی بود که سر من داد زد. تا اومدم بگم اسمال آقا اومدی یهو زبونم بند اومد و گفتم اومدم استکانا رو جمع کنم. با توتی رو بزا دهنه غم بپا کنم میرم خودم میرم. قربان بالاخره چه تصمیمی برای زمینای پشت قبرستون میگیری؟ آخه بیشور حالا موقع فروش اون زمینا این روزا داره تعداد مرده‌ها زیاد میشه. وقت تو میگی من زمینام بفروشم؟ نه. کاشکی که همه زمین‌های من پشت قبرستون بودم که از هر یک دونه مرده چند هزار تومان من میتونستم پول در بیارم. آماله. سلام. آقا بفرمایید شما بشید مدیر و بنده بشم راننده. قربونش شما. این کار ترقی نداره. مگه نگفتم هر وقت میای پیش من کلاتو برداری سرت؟ این شابگاز واسه اینم سرمون گوشتیم که کسی کلا سرمون نزده. تا حالا کجا بودی؟ والا واسه همون یک کار واجبی پیش اومد که خواب یه خوبه همچین دست بالمون بنش. آخه کار شرکت واجب داره یا کار تو؟ آخه رسیده بودیم 2 تا بنده خدا تو آتیش قیمه قرمه شده بودن. به درک تو هنوز نمیدونی زمین‌های نازنین من ارزشش خیلی بیشتر از جون 2 تا آدمه؟ والا اگه به ما بگیم واسه ما جون آدمو خیلی زیادتر از زمینای نازنین شما ارزش. که دارم دیوونه میشم. ببین چی میگه. منو بگی فشار خونم داره میره بالا. من اصلا شوفر آوردم دیگه تو رو نمیخوام. خودمون حکم اخراجشو بهش ابلاغ کن. بفرما. این که مرافع نستامون رو بکن پولمون رو داریم. پول؟ باز که اسم پول آوردی. گفتم زیر بغل منو بگی. بابا بیکاری عصبانیش میکنی؟ یا دیگه بزنجا. سنارم بهت نمیدم. ما میگیری. گردنت کلفته؟ آره گردنم کلفته. من چشات گرم گردنو نمیبینه. راستم میگه خیلی کلفته. آره کلفته. با تمام گردن کلفتیات اگه تا شبم واسه سنار نمیموسی. میدونه؟ خوشتبون منو بگی فشارم داره میره بالا. خود شما رو فقط خلج میشه. قلبم. آقا دیگه. نمیخواد انقدر لار بازی کنی. شما که کلاه خلق الله رو برداشتین اینم روش. میرم چجوری اکل تو پایین میره. فعلا دست زیاد بازم دیگه رو ببینید. رفتش؟ من رفت. هنوز نمیدونه که با کی طرفه. پدرشو در میارم. اما گردنش از تو همه خیلی کلفتره. کار کردن شاورده. اسمال آقا چطور شو؟ آبشو کشیدن چلو شو. چطور میخواستی؟
لادی پولمون رو قلمبه بالا کشید اما که گذشت خدا به داد بعدی ها برسه یا هم خوش اومدی کس تا شرطینو میگو همچه ازم دک و دندش و لو لورده کنم اما خواهم با این پولا که واسه چیزی نیست بازم میره دنبالش بدونیم داشتی اینجا بینم ساب مرده اون کلامونو برداشت کم بود الان تو هم داری بر میداری ناکسه همشو به هم رفتن ناکرده درخته خونهش هم به خودش رفته توی ایرانیر میخواست کلام ما رو برداره چه ریک تو کف شما با خاکره که اینجا خالی کرده با مدیر شراکت چه فرمایش داری؟ روننده جدیدیم ما رو مستند کاریاب فرستیده بفرمایید اونجا آقا شده بود بیما و شوهر بیوه زنا هر چی پول میگرفت خرج گداگشنا میکرد بیرونش کردم خیالم راحت شد خوب کاری کرد ناملک عرض کردیم چی گفتی آقا؟ ناملک عرض کردیم ما رو مستند کاریاب فرستیده اوه تو راننده جدیدی؟ بلندش تو چیه؟ من تو بدم میاد از من بدت میاد؟ نه با از تو بدم میاد این چیه؟ چرا همچی میکنی؟ این دستمال خراسونیه همچی که میکنم صداش در میاد اولا بهت بگم که منم از کلا بدم میاد ولی تو اتاق من باید کلا تو برداری اگه ور نداری خودم ور میدارم چی شد؟ هیچی ما داشتم از کلا برداری هیچ خوشمون نمیاد مردم نمیبینم که بتونه کلا از سراجید برداره فهمیدی؟ بله خب بعد از این حرفا خودت بگو ببینم چه جور آدمی ما که با شما قسم نداریم به مرگ نازنینت لنگه ندارن کاریاب خیلی از اخلاق تعریف میکرد مطمئن باش نمره اخلاقم 20. خب باز امروز کار کنی تا طرز کارتو ببینم بعدا حقوقتو تعیین کنم بزن قدش ببین ما هم باز با ماشینت یه رو کار بکنیم بعد با هم صحبت کنیم پس برو زودتر بیا که میخوام بریم سر ساختمون اگه آدم خوبی باشی همون حقوقی که به شوفر قبلی میدادم به تو هم میدم یا حق دیداری تیره اینا چیه؟ حرفشو نزن که سپلش گاورده اما در رمشمون ساعت اونو گرواشتی بینم میوستاس مریضه کجایی آقا اسمان 2 ساعت دارم عقبت میگردم رفته اون ساعت اونو تعمیر کن فعلا اینو داشته باش 200 چوغه پول مال رسیده قربون معرفت لات داری بفرمی ببینم خانم جان میتونیم بریم ملاقاتی؟ بفرمایید خواهش میکنم بفرمایید یالا رفقا رو که میشناسه فتحی و احمد جفتشون از اون با معرفت داره ما چیرچیرا کردیم آقا چکر شماییم البته ایشالله که خانم حالتون خیلی خوب باشه خدا زودتر رو براتون قربونتون متشکرم این کارا چیه میکنی؟ اختیار دارین خانم وظیفه‌مونه بیجه بینم همتینم ببر اتاق عمومی میون مریضای بیکس و کار تاختش کن باشه سبب داره جای دوری نمیره یه خود میبه بخور بفرمایید بشینید شما خیلی مهربونی اختیار داره خانم بگی بینم فتح جون بده من مهربونی از خودتونه بیره لطفا این نسخه رو بپیچید زود بیارید تا مرسی قربونتم فتح جون دواخونه هم بغل بپیچونم باید تا قربونتم بیپیچم اومدم راستی بینید چی میگم فتح جون جونم در راتم به کلبران بگو این پول واسه دوا داشته باش آره بهش بگو که اسمال گفت خودم یه تنه نوکرتم فهمیدی؟ باره بینه چرا شما زندگیتون رو ول کردین و اینقدر برای ما دوندگی میکنین؟ مگه شما کار و کاسبی ندارید؟ مریم خانم کارم خودش کاره دیگه زندگی که خوردن و خوابیدن نه به عقیده ما بی سواتا زندگی همین چیزاست میفهمی؟ پس امورتون از کجا میگذره؟ خدا کریمه جوانم جم میکنه پول گیر میاریم یا خودشو خرج کلمه میکنه یا خودش هم میذاریم واسه یه همچی وقتا جون من بخواه جون من متشکرم
جون من اینجوری نگاه نکن. استغفرالله. خب دیگه ما خط شدیم، اجازه می‌فرمایید؟ خواهش میکنم بازم به من سر بزنید. من هر وقت شما رو میبینم دردم رو فراموش میکنم. شما مرد خوشقلب و مهربونی هستی. مهربانی از خودتونه. چشم. ما هم واسه که شما دردتون رو فراموش کنید. خانم دواره آوردین. مرسی آقا. متشکرم. آره. بخشن آقای دکتر، یه عرض دارم. شما دکتر مریضای ما هستین؟ مریض شما کیه؟ همون دو نفر که شب خونشون آتیش گرفت. نه خیر، من دکتر بخش کچلی بیمارستان هستم. ببخشید. چه شد؟ کلگر تبه بوده. سر خود دوا نمون. یه دونه دیگه این سیبا مونده، خوب گوش کنید. هر کی گفت این سیب سرخ به درد چی میخوره میدم بهش. به درد بدن داغون من. نه خیر تو. آدم تب لازمی. نه خیر به درد شکم گوشته بکنه. نه خیر تو. آفرین. سیب سرخ واسه دست چلاق خوبه. بگی نیش بگش بگو مریض خونه بچه‌ایه. خب بچه با اجازه ما خروبونشو. قربون احمد. خداحافظ. خدا عاقبت به غیرت کنه جوون. نفهمیدم ببخشینا. بازم پیش ما بیا. قربون شما. قربون شما. آخه آقا فتی جون اگه ما نکنیم کی باید بکنیم؟ پیش خدا جا دوری نمیره آقا اسمان. باب چیکار کرده؟ همه مریضا رو عدم یکی سیب کارشو کرده. خب من باز برم. آخر رفتم شوفر ارباب سابقت شدم. راست میگی؟ خانم میره. کله پس برخوا سگ آیش چی شد آقا اسمان؟ حالا بگم شده؟ اختیار داره. را بیافت بریم. یارو از اون جوشیات. اگه دیر کنی عصبانی میشه و یه ها رادیاتش میاد. راست میگه بزن بریم. بابا اون که گفت دیشب نزدیک بود بیخواد جوشی شده بودی. آنم میری آخه گم دیدم میزدمش به این قبله میزدم. یکی بخور حالا. میدونم بابا بلش کن. این یارو چرا اینجوری واسه؟ من چجوری میام بیرون؟ بریخ شد. بذار ببینم. بذار ببینم. عجب جایی هم میگردشته. آهای صاحب ماشین، آهای فلوسیه دارو بکن آخه. ببین آخه ناکه کجا نگشته مردمیم. نگاه کن آقا اسمان. ببین این لاوالی آمده کجا واسطاده. واسه هم ادامه با بگه بندازه شما رد شده. با سنگینه تناس آدم پاره میشه. یه فسقلی اوتور که این حرفا رو نداره ناکرتم. ممکنه تو دنده باشه. جلوش که دنده نداره. این خطابت بگم چی کواس بکنه. بگیریم اون برش رو بگی بینم. بگی بینم یالا ببینم. یا علی. یالا ببینم. خوبه. آره. ببریمش رو خیابون یه خلافی واسش رو بران کنیم تا یه غیر قانونی روش بخوره و حد کنه. استرادیکه. جون نمیری بس که خلاصه. بسا قرقی میره. بسته قرد میگه. برو بینم. برو بینم. خوب شد. آقا اسمال ممنونیم با. من که تو رو جا بعد نمیبرم. بچه نگاه کنی پلیس اومد. آره. یارو چه باز آی جانمی ماشالله. نمیره که کلکی زمین بهش. نگاه کن چه آره. ماشین من خوب. ببخشید آقایون شما یه پولش اینجا ندیدی؟ چرا الانم داره چرا میبینه تو برا جیب منه. خداشش. بی پرنزی با با بچه ما رفتیم آره شب برو که الان مادی یه آجر دیگه بنداز بالا روزگار من حسلی چت امروز خیلی گرفته ای. مرا دردی اندر دل اگر گویم زبان سوزد اگر
اگر پنهان کنم که مغز استخوان روز دیگه داره استاد. هیچی بابا، امروز یه هفته است که صاحبکار بهم حقوق نداده. خب بابا این که ناراحتی نداره، درست میشه. آخه طفلم رو به قبله است، امروز قرار بوده براش دوا بگیرم. خدا شفاش بده. منجم کوکب بخت مرا از برج بیرون کن که من کم طالعم ترسم که آهم آشیوزم. ای روزگار مستری نگاه کن داره ارباب میاد. خب به ما چه؟ باز الان میاد یه مش داده بیداد سرمون راه میده. بده آجو خوابیده به کسی کاری نداره. برش کن تو قره. لابدی سگدونی رو هم میخوای به سگای خارجی اجاره بدی ها؟ بله میخوام به سگای خارجی اجاره بدم. آخه یکی به تو بگه تو رو سننم. راستم میگه منو نه بزنم در بزامون. اوزلی چرا کار نمی کنی؟ بجام. آقا مگه نشنفتی گفت خودم مریضم بچه من مریضه؟ خب به من چه مربوطه؟ من که ضامن مریضی بچه اون نیستم. بله خلاصه اوزلی بهت بگم اگه میخوای اینجوری کار کنی فوراً لباس کارتو در رو برو. من بنای مفنگی و مریض نمیخوام. برو کنار بلندش کن بینم بذارش رو پول من. بلند رو بذار رو پول من. بلندش کن بینم. کجا میرین؟ صبر کنه ببینم. بیا تو خونش گیره من. آره پاشم بده من. برو این پسر شوفره رو بگو بیا. چشم بزن. باشه بینم. اینو چرا آوردی؟ بیا پایین. بیا پایین میگم بیا پایین. بیا پایین. بیا پایین. خب چاره بدبخت. خدا کنه قلم مریض خونه برسه کارتون. نفهمیدم چرا اینو گوشتی تو ماشین من؟ ثواب داره. پس انصافت کجا رفته؟ تا شما اینجا وایسادین من اینو میرسونمش مریض خونه. شاید انشالله از مرگ نجات پیدا کنه. برو کنار ببینم. این کارا به من چه مربوطه؟ ماشین من که ماشین مرده کشی نیست. خواهی تبون شاید یه چیزی بکنه. خواهد بروز سرش کنه. چی بگم؟ رفت ماشین من ردش رفته. اصلا مردم نشاست ندارم. وای قلبم که فشار کنم رفت قلبم. خب آقا شاید نگفتی ما رو واسه چی دعوت کرده اینجا؟ میدونی آقا قسمت، ما این روزا دست و بال خودمون رو توی کارهایی برگردیم که اگه شما با ما همکاری کنیم پول خوبی به چنگتون میاد. از اونجا که روزگار پشتش به ما کرده ناچاریم هر کار خیری که توش سن سه پول حلال در بیاد از جون و دل انجام بده. شاهین خوب از دوستانت خواهش کنیم که فردا شب بیان منزل ما تا هم بیشتر با هم آشنا بشیم هم صحبت همون اونجا بکنیم. بعد نیست؟ بچه ها موافقی؟ با اجازه آقا و خانا ببینیم بچه ها من میترسم بریم اینجا دست و بالمون توس گردو بزنیم. بابا این که من شما آخه من بعد شما رو نمیخوام. بلنشیم بریم با هم صحبت میکنیم. میفهمین؟ یا خدا بفرمایید خانه ها مقدم بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو، خدایا به حق مقربون درگاهت کار همه مردم راول بود. بارلا ما رو از شر شیطان حفظ. یه دقیقه واستا این بچه یه دقیقه واستا فرار نکن. گوش کن این چی میخوام بگم آخه عبدی جون چرا بچه تو سر راه گذاشتی؟ آخه گناه داره. این بچه مال من نیست. با مال خودته. خودم دیدم. خوب نیست دیدی بچه خودته. آخه خدا
باباش یه سال پیش بود. حد غذاشون هم نمیتونم فراهم کنم. دیشب تصمیم گرفتم غیر از این 4 تا بچه قد و نیم قد دیگه هم دارم. باور کنین هر چی میکنم حتی پوله. از فردا روز قیامت جواب خدا رو چی میدی؟ حالا بیا با هم بریم یه صبحونه چیزی بخوریم، بعد من واسه یه پولی جور میکنم. بیا بگی بچه رو. دیدی چه بچه مامانیه؟ خدا بهت ببخشدش. بریم. خب چی کار کنیم؟ چی کار میخواه بکنیم؟ احمد این قالیچه پشمش رفته و نخیشم پوسیده و چارجشم بید زده، رنگ و روشم رفته و پاخورم نرده. نفهمیدیم. یه بارکی بگو به درد قاب دستمال میخوره و راحتمون کن دیگه. خب چون مرحوم عبوی سالها اساس منزل رو به من میفروخته، این فرشم از شما 100 تومن پول رایج میخریم. بیجی بگو خدا برکت 100 تومن؟ بابا رحمت به انصافه. خلاصه آق میرزا این پولش مال این بچه صغیره دیگه، هر کاری زدی به سر خودت زدی. خب 2 تومنم روش که برکتش دلا بلا. بابا اینقدر بلخرشی نکن ورشکست میشی. والا واسه ما بیرابیر تومنی 1 تومنم استفاده داشته باشه راضی هستی. بگی بشمار. باشه بیا آبجی جون، فعلا خدا همین قدرتونه. برو بزن به زخم کارت دیگه. آره هر آن کس که دندون دهد نون دهد. آره آبجی جون. خدا عوضت برو سلامت. خدا. ببینم احمد این خانم همشیره بود؟ ای همچین بهش بدهکار بودیم، دین اونو ادا کردیم. قبض ازش داشتی؟ نه باز چی؟ و عجب آدم ساده ای هستی. ما با 100 تا قبض و 200 امضا مال مردم نمیدی. داشتم فرق ما و شما همین جاها. الو تعظیم عرض میکنم قربان، حال مبارک خوبه انشالله. از آقا فتحالله راننده که براتون فرستادم راضی که هستی؟ بله همون فتحی رو عرض میکنه. چی؟ پیداش کیست؟ بیچاره خوب دیگه نمیخوام، یه دونه بعدشو بفرست بیا. اینم تقریبا همونیه ما که چه گفت که مادر فرستادمش. دستم به دامنت کاریاب جون. تازه اگه راننده بفرستی نمیدونم ماشینم کدوم برده. قربان خدا حافظ. اینه درست بگی. چش قربان دلم خدا الان بیا تو با این دندونا گوششو ریز کنه. آقا فتحالله تا حالا کجا بودی؟ آقا ساختمونه گوشه رو سره. چه؟ ساختمون ها؟ بی خیالش گرد میگیره. به عقیده تو خوش زبون من با این فتی چه معامله‌ای بکنم؟ بدمش دست پلیس یا خودم بزنمش؟ نه آقا خودتون بزنینش. راست گفتی، اگه بیاد خودم حالشو جا میارم. علیکم. آقا ماشین آوردیمه. ها؟ حالا تو واسه خودت کردی ماشین آوردی؟ چی؟ خیلی خب این که دعوا نداره، 2 مرتبه میبریمه. کجا؟ غلط میکنی ماشین میبریش. برو دیگه نمیخوام اصلا اینجا کار بکنی. عوض این که منو با ماشین این ور اون بردیم این دفعه شما رو سوار میکنه. چی؟ یعنی من جنازم؟ آره آقا فتحالله چطور شد؟ تو سرش دادم ولا شد. هیچی عطامونو به لقامون بخشید. باز آقا بی شوفرمون قصهشو نخور، بالاخره یه آدم روبرا تو این تهرون هست که بتونن با هم دیگه تو یه جوال برن. فعلا یا اوی برو بینم دیری بی اینجا لنگه دیری داری پا کنار بینم. بله اینجا شرکت سینه. بله با مدیر کار داریم. اگه واسه استخدام اومدین دیگه کسی رو قبول نمیکنم. یا کسی که ما شوفریم خودش با کاغذ فدای شوم دعوتمون کرده. برو بهش بگو همینجا وایسا الان میاد به مدیر چیه؟ ما میاد دیگه بگو چرا میاد؟ چرا منو میگیره؟ سلام علیکم. شوفر خوش اخلاقیه. حالا کجاشو دیدی؟ این چه سرت گذاشتی؟ کلاه. چشم بسته قیب میگی؟ بی تربیت وقتی آدم میاد تو اتاق مدیر باید کلاشو برداره. همش ضرر. درو واکن ببینم. چش بیا تو. چش یواش درو ببر. چش آقا شده بودن باز طلبکارا هستن.
چیکار کنم خوشتم چه حرف کنم قربان؟ اگه دیدی اومدم جلو و مزاحم شدم با ماشین بزن تو شکمشون رد شو. یالا را بیا. بنده می‌خواستم همه جا قربان. آهای بچه‌ها حاضر باشید سوار ماشین شدن دارم میام. اونجا جمع بگیریم نداریم در. پس چرا واسطی گفتم برو بزن وسطشون نترس. مگه میشه آقا؟ وسط گله گوسفندم اینجوری که شما میگین نمیزنن. الان درستش میکنه. کجا داری میری؟ بی بالا کجا داری میری؟ عجب آدمیه. بچه‌ها داریم میاد. ببینید چی میگه. ببینیم چیه؟ چه خبرتونه؟ حرف حسابتون چیه؟ گوش کن داداش، گوش کن ببین من چی میگم. این شرکت 2 سال پول از ما گرفته که خونه بهمون بده، از خونه که خبری نیست هیچی، پولمون هم بهمون پس نمیدن. خیلی خب چرا حالا راه رو بنده آقا من هرچی داشتم ولدشتم پول تو دادم خونه بخره ولی معلوم نیست تو شکم چیه. خب دعوا که مرافع نداره، برین شکایت کنین. آقا چند آقا پول میخواد. قانون حقتون از جلوشون میکشه بیرون. من پولمو میخوام. نه خب ما بلکیم. اگه بلدی به ما کمک کن. خدا کمک کن را بیام جلو. کمک کنه. باشه کمک میکنه. بریم شکایت. بریم بینم. بریم شکایت کنیم. چه میدونم قربان؟ دیدی تمام مشتریای زمینام تار ما شدن نشد برم معامله رو تموم کنم. خواهد برای سرت کنم. این شوفرم شوفر نشد. باید فکر چاره ببین. ای عبجه. بله داداش. یا باید که تو بیا کمک ما کنن دیگه. با کجایی انقدر دارم داد میکشم؟ بگیم پاشتم رو باید کن بینم. نه کجا؟ داره نماز میخونه الان میاد. راستی داداش دختری که میگفتی چطور شد؟ والا اگه خدا امشب یه پول و پله‌ای برسونه بلکه فردا هم برسونه مرخصش کنه. چیکار داشتی مادر؟ قشنگ بکش با جای خاک مکنه؟ چه ننه؟ خدا قبول ننه. برم ننه سر نماز واسه سلامتی اسمال دعا کردی؟ ننه من واسه سلامتی همه الهی همینطوری اسمال درسته قربونت برم. ننه تو تمام ننه ها تکی. نمیری الهی ننه. بینم ننه وقت نماز بخونده واسه مریم هم دعا کرده؟ همون دختره که میگفتی؟ آره دیگه. من واسه سلامتی همه بندگون خدا دعا میکنم. حالا کجا میخوای بری که اینقدر به خودت بر میری؟ والا اگه خدا بخواد امرو با یکی ملاقاتی داری شاید توش نون آبی در بیاد. تنها میری؟ تنها که نه، فتی و همت هم میان. الان باید سرکلشون پیدا بشه. راسته ننه؟ جونم. هر وقت فتی میاد اینجا نزد نرگس بیاد تو اتاق. آخه ننه این دوتا بد جوری به هم نگاه میکنن. راستش اینه که اونم یه دختر رسیده یه دیگه. خودم میدونم اما آقا فتح‌الله پسر بدی نیست، خیلی چشم پاکه. ما نمیگیم بده، اما آخه این دوتا هنو بالاخره آخرش چی؟ اصلا این دوتا واسه هم ساخته شدن. بیا بالا. حلال زاده است. فرمانکرش نه نرگس جون بیا برو یه خود سکنجه بین آب بزن ورده بیا. یا الله. سلام علیکم. سلام. نه خانم سلام علیکم. آقا سلام علیکم. سلام علیکم. بعد کجا بوده چیکار می‌کرده؟ هیچی. رفتیم شراکت و الحمدلله کارش تموم کردیم. کارو تموم کردی؟ آره دیگه ماشین پس دادیم. راستی همته کجا؟ خبر ندارم. یا الله. اومد. نگاهش خوش اومده. سلام علیکم بچه‌ها. کجا بودی با؟ راستی بگو ببینم نشد چه داشتا؟ والا شما چه بنون صبح یه بچه سرایی به طورمون خورد، رفتیم قالیچه رو فروختیم و پولاشو دادیم به ننش. عوضش 2 تا خونه تو بهش واسه خودمون ساختیم. خب لاده میخواستی 3 تا بسازی که هممون توش جا بگیریم. میخواستی 2 نفش برای جاده سوم بسازی که اقلکم ترقی کنه. هر ما دلت خوشه. آخه نست من چی برم بگم؟ بده من ننه. بفرمایید آقا فتحی. بفرمایید. جون من بفرمایید. با اجازه بزرگترا. بفرمایید. بفرمایید. جون من بفرمایید. بفرمایید دیگه. بفرمایید. بذار روشن شی. نه خانم بفرمایید. نه شما بفرمایید. نرگس خانم. قهر کرد. باره والا. همشو نخوری یا ما هم اینجاییم. یاد نره. بفرمایید. نوش جون. بفرمایید. بفرمایید. دیگه نمیخوری؟ نه. خب نه ما دیگه رفتیم. آره. به خدا سپردم. ننه شب زود برگردی. ای برو چش. قربونت. نه خانم خدا. بفرمایید. بفرمایید.
بفرمایید. خوب گوش کنید. امشب ما 2-3 نفر مهمون داریم. کاملا باید مراقب باشیم. کیوان تو اونجا؟ بله خب تو هم اونجا؟ تو هم برو دم در مواظب باش. یالا. خب وضع در چه حاله؟ تا حالا 20,000 تومن برد و باخت شد. کی برده؟ مثل همیشه من. یا الله بفرمایید. دوستان عزیز خوش اومدید. سلام آقا. سلام علیکم. خیلی خوش اومدید. خیلی خوش اومدید. زندگیت خیلی رو براش. باید بزنیم به تخته که نظر نکنه. که تخته نه. با تخته کو. اینجا که همه سنگ ترافل تنه. چی گفتی آفتی؟ فرمایش بود. کسی تو رو صدا نکرد. آجر خسته داری ببین کجا کار گذاشتم. برو به کار. مبارکه. انگشتر خوبیه. مبارک باشه. خیلی قشنگه. ببوسی. ببوسی؟ ما که نیستیم. دابی برو ببوس. برو ببوس بابا. بفرمایید. بچه ها به شب کردن. ببریم. بفرم تعارف خیلی خوب ما نشست. خیلی خوش آمد. آقا شایی مثل این که این بابای کنتاک سوخته. آقا اسمال 2 کنتاکش سوخته گوشش هم نمیشنفه. اصلا بیکاشه. چون شما اهل مشروب نیستید براتون شربت آوردن. لطف کردین. آخه یا الله بگیر. به سلامتی. بره تو اندقه بله. خدافظ. خب دوستان عزیز این که خواستم امشب شما رو زیارت کنم برای این بود که زیارت قبول. به کمک شما احتیاج داشتم. صبر اومد. ما هر کاری از دستمون بر بیاد کوتاهی نمیکنیم. حالا بگو ببینم چه کاریه؟ والا ما تازگی رفتیم تو کار خرید و فروش. یه مش جنس وارد کردیم که باید تو بازار یواشکی آبش کنیم. نفهمیدم. چرا یواشکی؟ آخه اگه برگشت دست مامورین بیفته کلکمون کنده است. نکنه افتادین تو کار قاچاق. بعد وقتی همینه دیگه. ببین توی روزگار آدم واسه یه لقمه نون چه زحمتایی باید بکشه. طفلی. آخش دلم آتیش گرفت. ببین آقا اسمال بیچاره ها تو چه خرابه زندگی میکنن. آره. ما که حاله این حرفا نیستیم ها. من که دست بالمون تو بوسه گردو میزنن قبول نکردم. حالا دیدی خود جوابش بده. بگو دیگه. میدونه داشتم ما اهل این حرفا نیستیم. نفهمیدین؟ باز که تو نفهمیدی. بلنش بچه حالا بعد از این همه کسب آبرو بیام قاچاق فروشی کنه. آدم جواب مردم بچه‌ها زیر گذر چی میده؟ کجا اسمال؟ بله تو این کاراست. لقب به وقت خودتون نزنید. اون شکمی که بخواد از این راه نون بخوره باز در آورد و انداخت جلو سگ. خودتون ناچار قبول. چی شد؟ نفهمیدم مگه غیر از ما کسی دیگه هم اینجا هست؟ ناراحت نباش. اونا به ما کاری ندارن. نشستن قمارشونو میزنن. چی؟ من قمارخونه هم وا کرده؟ کاسه بونه که جنسش جور باشه. لا کرده اقلا میخواستی یه شیر خونه هم وا کنی که جنسش جورتر باشه. اتفاقا تو فکرش هستیم. آخه بی معرفت پس ما رو آورده اینجا چیکار؟ بچه شده چی شد؟ دیگه واسه زامندار نه کس آخرش من این کارا سر سارم به گور نمیبری. یه همه چیز به تنه اومدی. میدونم درب داخلت کجا شیطون کوچولو؟ شیطون کوچولو باباته. باید امشب تو و رفاقات اینجا خوش باشی. برش که من این کارش خوشم نمیاد. من که خوشم میاد جونی. برو بابا دل خوشی داری. با بعد کسای طرف شدی به تو میگم. مثلا چی کار میکنی؟ در این لونه فساد میبندم. یه دفعه دیگه هم میگم به نفعتونه که با ما همکاری کنی. فکرشو بکنه جوابشو به من بده. جوابشو خیال کردی من میگم فتی فرتره نشونت میدم که ساعت بالاترشون دارستم جاغو میکشن حالا تو اصلا جاغو میکشی بگه با همه آره خاکا آره نشون چه کنیم چطوره؟
بعد هم دیگر رو میبینی بچه بره درد دستم بهتر شده. مادرم براتون راستی اون آقا 2 مرتبه اومدن بالا سرتون شما خواب بودین. الانم تو دفتره. خواهش میکنم بگین بیام. چشم الان بهشون میگم بیان. سلام علیکم. سلام. امرو ماشالله هزار ماشالله چشم کف پات خیلی رو برایی ها. بزنم به تخته؟ بله خیلی بهترم. مثل اینکه امروز فردا باید بیمارستان رو ترک کنم. اما چی؟ آخه خونه زندگیمون قابل سکونت نیست. این که قصه نداره. تو کلبه خرابه ما انقدر جا هست که حتی پذیرایی بشه. من؟ پس مادرم چی؟ مادره؟ چی بهش بگیم؟ میدونه مریم، بذار اول قضیه شطور رو برات بگم. شطور که دیدی چه شکلیه؟ بله. اما این شطور لاکردار داستوری داره. اولا گاهی وقتا که خسته میشه میره در خونه ها میخوابه. مقصود چیه؟ بلکه شطور مرگو میگی؟ دست خوش خوب فهمیدی. ببین اگه قول بدی شطور دیدی ندیدی باقیشو واسط میگم. بگو چی میخوای بگی؟ آره این شطور لامصب بالاخره امروز در خونه تو خوابید. چی؟ مادرم مرد. ناراحت نشو. مادر من مثل مادر خودت ازت پذیرایی میکنه. نمیر خدا. فردا هم نوبت من و توه. من دیگه کسی رو ندارم. چرا کسی رو نداری؟ مگه من مردم؟ تو رو خدا اینقدر گریه نکن. دیگه فایده نداره. خواست خدا بوده. آخه تنهایی چی کار کنم؟ ما که تو غلط نیستیم. دند من و آبجیم نرم میشه تو رو چشمون نگر میداریم. نمیخوام سربار کسی باشم. نه نمیخوام. بلند شو مریم. آروم باش. تو هم گریه میکنی برای مادر من؟ آخه اون که با تو نسبتی نداشت. ما واسه همه آدم ها گریه میکنیم. واسه اونایی که بی کسا کارن. ببین مریم درسته که به ما میگن جاهلیم، اما آخه ما هم قلب داریم. چوب خاش که نیستیم. ناراحت نباش مریم خانم. برات پول تهیه میکنم و فردا میام میبرم. برمیگردی؟ آره همیشه تو هستم. خداحافظ. بهش گفتین ناراحت که نشد. با شما وقت ننت مرد ناراحت نشدی؟ آخه بیچاره دیگه کسی رو نداره. بازم متاسف. خب ما ممکنه همین روزا ببریمش. صورت حسابشو بدیم اینو چقدر واضح کنی. بفرمایید چیزی نیست. 825 تومن. رحمت به چیز کم. با بهت گفتم با مایه کاری حساب کن. باشه واسد را میندازی. فعلا زد زیاد. چیه انقدر بغ میزنه؟ اسمال بیا بالا کارت دارم. گوش کن. بلکن با اسمال ببین چی میگم. اسمال چیه میگه انقدر اسمال بیا بالا فقط با 2 دقیقه کار دارم. الله خواب میام. کار عجیب بگو دست رو بده. بسا اینجا کجاست برای آورده؟
بیلاتمون کرده دنبال خودش رو که آلرژی پیدا میکنه. یا حق اسمال خوب به حرفام گوش بده. من زن پولداری هستم. خدا برتری بد بده. همه جور وسایل خوشی برام فراهمه. هیچ قصه ای ندارم. فقط یه چیز تو زندگی کم دارم. چی؟ اونم مردیه که عاشقش باشه. بس این شاهین بی‌معرفت قاقه. اون مرد پستیه. اون فقط به خاطر پولام به من اظهار علاقه میکنه. من تو رو دوست دارم. تو مرد ایدئال منی. بخواد تو رو بدا بگو که منو تنها نمیذاری. اولندش خانم ما اهل این حرفا نیستی. داب با من داشت یا چیز با آدمای مثل شما بهش توی جوب نمیره. دب با من داشتی نه بوغ زدی میخواستی همینا رو بگی. نوکرتم آخه ما هزار تا کار زندگی داریم. تو هم خطی درت خوشم. میدونم این روزا احتیاج به پول داری. اگه خواهش منو رد نکنی هر چی بخوای بهت میدم. بیا هر چقدر میخوای بنویس. برو خرج کن، برو کیف کن. اینا رو بر جای دیگه خرجش کن. این اوقات دکت عجیب نمیره. چه برسه به این پولای حروم. خانم همه چی رو با پول میشه خرید. اما دل یه چیزیه که الماس هم نمیتونست تو راخش بکنه. نکنه زنی دیگه ای رو دوست داری؟ ما کسی رو دوست دارم که شیله پیله تو کارش نباشه. اسمال التماس میکنم به خدا هر کاری دوست داشته باشی برات انجام میدم. میخوای برم شاهین رو لوش بدم؟ زحمت نکش خودم از داشته میرسه. اسمال دل خوشی داری. ما را چپ کنه بعدش بهت از دم از سراغش هم صبرشم. ولی نمیذارم روی خوش ببینی. مطمئن باش هر طور که شده زهرم بهت میریزم. هر کاری از دستت برمیاد بکن. نزدیک بچه مردم نفله کنه. بچه نمیتونی بازی کنی؟ چرا جر میزنی؟ از قلقومت بکشم بیرون. چرا نمیتونی؟ بی خودی جر زدی. همچی میزنم در کپوزی تگه میکنم. چرا؟ بسته که ما برو اون لاله بیشعور بیارش. چشم. 100 دفعه گفتم اینجا حلوا خیر نمیکنم. هر کی بهتر کار کنه بیشتر میبره. هر کدومتون هم مثل اون لاله بیورزه احتیاط نکنین جز کتک هیچی نصیبتون نمیشه. یالا برو گم شو. احمق اون کی بوده باش تماس گرفت؟ ها؟ دستاشو بگیر. باز چیه دیگه؟ بسشه. نوکر لال آوردم که نتونه اسرار ما رو فاش کنه. بیشعور دیروز با یه ناشناس تماس گرفته. میترسم برگه‌ای به دست مامورین داده باشه. هیچ فکر کردی تازگی چه خطری باند ما رو تهدید میکنه؟ چطور مگه؟ همین یارغارای جنابالی فردا پشت میله‌های زندان مسخرمون میکنن. نمیفهمم کیو میگی؟ تو هیچ وقت اعتراض نکردم. اما حالا تصمیم گرفتم برم خونه شاهین و به اندازه پول مریض خونه از دست بگیرم. چه؟ داشتم پول شیتیلی و پول نزول و پول دزدی هر شیشتاش حکم زهرمار داره. نخوری بهتره. تو سعی رفتی مواظب این شاهینه باش. ممکنه واسط نقشه جور کنه. به این قبله و اکلی که ما قبرم بلکی اسقر جکبالا احمد جزگاکی حسن ساقه برای بچه ها رو بینیم یه پول پله کنه. هر طور صلاحتونه. بشب کجا؟ معلومه زورخونه باچنا. آره اونجا بهتره. آره را بیفتیم خانم خداحافظ. خداحافظ خانم. زیاد خیلی بفرمایید. جونم بفرمایید. نه تو نمیری. نه تو نمیری نمیشه. خجالت آقا من بفرمایید. جونم بفرمایید. خجالت. آقا نمیدونیم با چه زحمت اینا رو به دست آوردیم. عوض استم من یکی همه انگشترشو بدین که بدم بنون. یالا برین زود باشین. او یا الله اسمال خان چه عجب. فکر میکردم تو زندون بیای ملاقات من. از دو واسه اینکه دیشب همتون رو لطه پار کرده؟ نه
واسه کار دیگه اومدم. چته انگار؟ پول لازم داره. از یه آدم با معرفت بعیده اینطور مستاصل بشه. میدونه کفگیرم به ته دک خورده. به تو که میگفتی کسی که دست رو من بلند کنه هنوز از شکم مادرش در نیومده. تو عالم مردونگی همونو که گفتم. اما گاهی وقتا آدم باید با استیلس تو سرخ نگه داره. در مقابل هر جفت سیلی چقدر بدن؟ تا انصاف خریدار چی باشه؟ جفت 100 تومن. یالا اینم پولش، نقد بگیر. با اینکه واسم خیلی گرون تمام میشه، اما بذار یه دفعه هم شده واسه مصلحت روزگار تو معامله معقول. این 2 جا، 3 جا، این 4 جا، این 5 جا، این 6 جا، این 7 جا، این 8 جا. اینم 10 جا. جونی 10 جفتم بر من بس. این فروشنده و تو هم خریدار خودتون میدونی. میدونه شاهین حساب کردم دیدم 5 جفت بیشتر لازم ندارم. 5 جفتشو پست میدم. جنسی که فروخته شد پس گرفته نمیشه. ما پست میدیم. خب داشتی میگفتی چه شد؟ آره با هم دیگه پیش به رو رفتیم گلاب دره اسقرم بود حسینم بود. حالا تا هم بری جلو ما رئیسه دستا که میده 600 تومن پول اوج فرنگیشو من دادم واسه من جیک میشه. بلش کن قابلی. آخه حرفایه. اونجا با شده با هم دیگه رفتیم چه کار داشتیم. من دوباره کارش گرفتم به کارش رسیدم. حرفم تو نمیره نزدم اصلا بهش آخه. بعدم رفتیم اونجا. آره بعد بلند شده ما رفتیم ما ملی بالکنش گرفتیم نشستیم داد میزنه شوکولاتی. من میگی آی کرم شد پسر رو تو بکن اون انقدر کرم شدم دیگه نفهمیدم. دیدم دوتا تو لاج میگن
بعد اونجا باشدیم رفتیم کلانتر نگیسته رو کردی بالاخره دو منچه چی دیگه نخواهیم جزی زد نگه آره این دیگه چه میشه گفت کنم آقا اسمالم اومد سلام علیکم آقا اسمال چیکار کردی گرفتی؟ آره اما واسم خفه گرفت من و همتی که رفتیم و واسه مچ 1000 چوق درست کردیم چی میگی؟ آره اینو زودتر نمیتونستی؟ اگه چی شده درست کردیم حالا که همچی شد فردا صبح اول کاری که میکنم میرم 500 چوب دیگه شاینم اخ میکنم و یه خورده حسابی هم با هم پیدا کردیم که فعل مجلس باش تصفیه میکنم هر روی این حساب فردا صبح مریم هم مرسونه مرخص اما راستی آقا اسمال برش خونه خوده چی؟ اصلا از روز اول اسم این دوتا رو برم دیگه نشتن وقتی باستا تو نقه کار ما همین روزادت هم با آقا اسمال قام و خیش میشی آره بس اینقدر ما رو جلو مردم خجالت نده بریم یا نه؟ بفرمین دیگه جون من تو گوگلش ببخشین آقا اسمال یه خوب ایشالله نه اومد خب نه خانم انشالله که مبارک باشه انشالله مبارک انشالله بسته دیگه خدا کنه دختره توی خونه خوش حالا میتونی بری بیاریش در خونه من بروش باز بچه ماشین نظره آره یه جیب حسین گرفتن خب دیگه معطل چی هستیم بریم دیگه آره راستی اول باید برم خونمون شاین ناکس و پولش رو اخ کنه باشه بعد میدستی فرار کنه شایدم کردن آخه آدم های قالتاق همین ور کشیدن نه بابا گمون نکنم اینطورم باشه خب دیگه بسته بفرمایید جونو هم بفرمایید خداحافظ خانم به سلامت خداحافظ چرا وایستادین مگه نگفتم فوراً باید حرکت کنی چرا حرف نمیزنی معطل چی هستی ما نمیاین مگه میشه فرامرز کجا من فرستادم دم بیمارستان مراقب باشی آخه دختره امروز مرخص میشه اگه بخواین منم بیام باید سهمان هم اینجا بدین آخه نصف این ثروت من براتون فراهم کردم حالا وقت این حرفا نیست اگه امروز نقشمون عملی بشه هر چقدر که پول بخوای بهت میدم من اول میگیرم اینم بهتون بگم که تا حقمو ندی نمیذارم اینجا تکون بخوره بگی پس آقا قبلا نقشه تر کرده بودن ها؟ هرچی جنایت کردیم کافی اقلا از گیر افتاده گندونه داشته باشی سماجت نکن میدونی با من طرفی کر خوندی تا حالا خیلی ملاحظت کردم اینم برای سرما گرما توی جیان نشتم جوونی فکر جونتو بکن تهدید نکن میای یا نه؟ داد نزن صدا من انقدر بلنده که به گوش پلیس هم میرسه احمق حالا پلیس به رخ من میکشی؟ پس چرا معطلی؟ ببینم چه جوری به پلیس خبر میدی اداره پلیس من یکی از اعضای باند شاهین سارق سابقه دار هستم همین الان منو مجروح کردن برای دزدیدن دختر مریضی به طرف بیمارستان شفا بخش حرکت کردن میخوان دختر بیچاره رو تو احساس در راحت بدی لطفاً دستور بدین پرونده رو بایگانی کنم. خب خانم خوشحالم از اینکه کسالتتون رفع شد و متاسفم از پیش آمدی که براتون کرد. امیدوارم که غم آخرتون باشه و در آتیه وقت باشید. از زحماتی که شما به اولیای بیمارستان کشیدید متشکرم. ما وظیفه‌مون رو انجام دادیم. شما باید از آقای اسماعیل خان تشکر کنید که برای شما خیلی زحمت کشیدن. با اجازه آقای دکتر. کجا مریم خانم؟ صبر کنید الان پیداش میشه. مگه نباید برید منزل اون؟ شما که جایی رو ندارید. زمین خدا بزرگه. فکر نمی کنم دیگه بیاد. نه خانم محاله که نیاد. نکنه برای پولتون اوه ابداً اینطور نیست. هدف ما قبل از پول خدمت به اجتماع. خواهش میکنم کمی صبر کنید. بفرمایید بشینید الان پیداش میشه. آقای دکتر مریض دیشبی برای معاینه حاضره. بفرمایید اومده. معذرت میخوام.
علی از کدوم طرف باید برم؟ از این طرف. ممنونم. خواهش من. بچه شما باشید برم بیارم. کجا ببینم یلا قربونه از کجا اون هشش دارن تعقیبمون میکنن شوفگش کن من بپرم روش یلا چه ساکه گیرتون بیارم دل رویتون رو میزنم چپ چپ میدونستم این نفساتم مثل قماربازی ها تقلبی از کار در میاد. تو مواظب خودت باش، من میتونم از خودم دفاع کنم. به این لال خره پالی کن که به موقعش لاستیک جیبشون رو پنچر میکنه. خدا رحمتش کنه. جناب سروان مریم کو؟ اون لاله بردته. اسمت بیاف چرا بینم نسناس دو کن تا که مریم همین لاله کشته باشم لاله آره جان ساموش که ببرش الحمدلله ما بریم بریم دیگه ناراحت نباش بریم شرح